شروع کنم به توضیح سل بگیرم، اینجا خیلی موقع داره دستم میره، این سل رو من میگیرم و استاپشو میذارم پشت. خب حالا دلیلش الان بهتون میگم که چرا این اتفاق افتاد. حرکت خودش شروع کرد، من دیگه دقیقه بعد از وارد شدم، من دوباره اینو وارد شدم به پوزیشن و استاپ اینم دقیقاً دوباره قرار میدم روی اینجا تا ببینیم در ادامه چه اتفاقی براش میفته. خب چون سیستم مدیریت سرمایه من این ریزا رو به من میده، من یه دونه سل لیمیت گذاشتم اینجا، هنوز فعال نشده، اینجا هنوز پوزیشن من. یه دونه هم میخوام سل استاپ بذارم این زیر، سل استاپ میذارم این زیر که اگه دوباره رسید به اینجا من حجمو اضافه کنم روی این سل. حالا فعلا داره بالایی فعال میشه. خب این پوزیشنم فعال شد، این پوزیشن بالایی، و من یه دونه اینجا استاپمو میذارم و در ادامه این چه اتفاقی براش میفته. داره این پوزیشن بعدیمون هم فعال میکنه الان، یعنی این سلی که این زیر گذاشتم، یعنی سل استاپی که اینجا گذاشتم الان یه تیک بزنه تمومه، اینم فعال کرده و عملا 4 تا پوزیشن سل داریم روی سطوح مختلف یک اصلاح توی کانال.